توانایی‌های ذاتی خودتون، نقاط قوت. ببینید عزیزان، خداوند هر کسی رو که آفریده بهش توانایی‌هایی داده، بهش مهارت‌هایی داده و ذاتاً یک سری توانایی‌هایی رو در اختیارش گذاشته. خیلی از افراد هستن که میان پیش من و وقتی بهشون میگم بچه‌ها به توانایی‌هات فکر کن، میگم من هیچ توانایی ندارم. من یادگیریم پایینه، قدرت تفکر ندارم، خلاقیت ندارم. مگه میشه کسی توانایی نداشته باشه؟ مگه میشه یه فرد توانایی ذاتی نداشته باشه؟ فقط کافیه ما نقطه قوت هامون و اون توانایی هایی که خداوند درون ما گذاشته پیدا کنیم. خب مهمه که ما اینا رو پیدا کنیم. چرا؟ چون اگه شما تواناییتون رو پیدا نکنید چطور میخواید هدف گذاری کنید؟ پس یکی از مهمترین نکاتی که شما باید در نظر بگیرید اینه که خب من یه هدفی دارم، چه توانایی هایی دارم که میتونم از اون توانایی ها استفاده کنم برای رسیدن به اون هدفه، از اون نقطه قوت ها استفاده کنم، از اون فرصت ها استفاده کنم برای رسیدن به اون هدفه. شما نیک بیچیش رو میشناسید؟ میدونید که یکی از بزرگترین سخنرانای انگیزشی دنیاست. همین الان گوشی تو بردار، در موردش سرچ کن، ببین کیه. نیک بیچیچ کسی که نه دست داره نه پا داره، کلاً 2 تا دست و 2 تا پا نداره، اما تونسته توانایی خودش رو کشف کنه، پیدا کنه، سخنرانی کنه. الان یکی از بزرگترین سخنرانان انگیزشی دنیاست که حتی چند سال پیشم اگه اشتباه نکنم اومده بود ایران و سخنرانی کرد و خیلی هم کیفیت زندگی خوبی داره، زندگی خیلی خوبی داره، از زندگیش خیلی راضی هستش. اگه شما هم کسی بودین که 2 تا دست و 2 تا پا نداشتین، اینطوری برای رسیدن به هدفتون تلاش میکردین؟ پس ببینید ما نعمت‌های زیادی داریم، توانایی زیادی داریم، نقطه قوت‌های زیادی داریم که باید از اونها استفاده کنیم. خب تمرین عملیش چیه؟ یه جایی بشینید آروم، بی سر صدا. بهتره که ضلع شمال خونه بشینید. حالا بعداً بهتون میگم چرا ضلع شمال. شما بهتره که توی ضلع شمال بشینید، چون توی شمال راحت‌تر میتونید فکر کنید، خلاقیت و ایده ها بهتر میاد توی ذهنتون. از خودتون چند تا سوال رو میگم بپرسید. 6 تا از مهمترین توانایی‌ها و نقطه قوت‌های خودتون رو بنویسید. این از خودتون بپرسید که من چه نقطه قوت‌هایی دارم، چه توانایی‌هایی دارم که میتونم اونها رو به فرصت تبدیل کنم. پس 6 تا از مهمترین توانایی و نقطه قوت‌هایی که میتونید به فرصت تبدیل کنید. 6 تا از مهمترین نقطه ضعف‌هایی که میتونید یا امکان داره به شما آسیب برسونه. بچه‌ها نقطه ضعف‌هامون رو میتونیم پوشش بدیم، میتونیم روش کار کنیم. این خیلی مهمه. من خودم جز به کسی هستم که دارم نقطه ضعف‌هام می‌نویسم و روی یه سری از ضعف‌هام واقعا کار کردم. یه ضعف خیلی بزرگی که من داشتم این بود که کنترل خشم نداشتم، ولی تونستم روش کار کنم، میدونستم به من آسیب میرسونه، شناسایی کرده بودم که این نقطه ضعف به من آسیب میرسونه و من روی این سالها کار کردم که الان به مرحله رسیدم که میتونم خشمم رو کنترل کنم. پس شما هم بنویسید. اگر خشم دارید، اگر آرامش درونی ندارید، اگر صبور نیستید، اینها چیزهایی هستش که شما رو برای رسیدن به اهداف متوقف میکنه. دقیقاً اون ترمزه و گازه هستش که گفتم یه لحظه پات گذاشتی رو گاز و ترمز. بعد نقطه ضعفاتون رو شناسایی کنید و برای اینکه اونا رو رفع کنید تلاش کنید. 3 تا از مهمترین حوزه هایی که توی اون توانمند هستید رفتید تخصص گرفتید. مثلا شما توی کامپیوتر خیلی توانمندی، برنامه نویسی بلدی، طراحی سایت بلدی، آشپزی بلدی، هر چیزی که به نوعی شما توی اون تخصص توانایی دارید.
بنویسید که رابطتون با خانواده‌تون چجوریه و یکی از مهمترین نکات این که رابطتون با خدا چطوره. اینم خیلی مهمه. شما یکی این که باید رابطتون با خانواده و دوستانتون خوب باشه، یکی این که باید رابطتون با خدا خوب باشه، چون هر آنچه که در این جهان هستی وجود داره به راحتی خدا در اختیار شما قرار میده. یکی از بزرگترین مشکلات همیشه وقتی که مثلا با یه نفر صحبت میکنیم، داریم مثلا با دوستان صحبت میکنیم، میگه خب زنگ بزن به فلانی بگو مثلا فلانجا ببین آشنا داره. میگم خب چه لزومی داره اولین راهکاری که به ذهنمون میرسه دنبال این باشه که توی فلان مجموعه آشنا پیدا کنیم؟ پس نقش خدا اینجا چیه؟ اکثریت ما الان دوچار این شدیم که وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه این که اون بنده خدایی که آشنای ماست کجاست؟ آیا یه بنده خدا آشنا داریم توی اون دستگاه؟ آیا یه بنده خدا آشنا داریم در فلان جا؟ در صورتی فراموش کردیم که به نوعی پارتی کلفت ما خداست. یه زمانی یکی از اساتیدم صحبت میکرد، میگفتش که یه بار یکی از دوستان اومد پیشم گفتش که فلانی من دنبال کار میگردم، آشنا داری این بالا مالا؟ گفتم آره. گفتش که یعنی کجا؟ توی فلان شرکت، مثلا تو شرکت های دولتی؟ گفت نه برو بالاتر. تو وزارت خونه ها؟ نه برو بالاتر. تو دفتر ریاست جمهوری؟ نه برو بالاتر. تو دمت گرم تو بیت رهبری؟ نه برو بالاتر. گفت کیه؟ گفت خدا. من بالاتر از همه اینها آشنا دارم، اون خداه. گفت ما رو گرفتی. و همون شخص کسی بود که وقتی که این استاد ما بهش گفته بود که برو حالا این تکنیک رو به خرج بده با خدا صحبت کن و این مسائل، در عرض 3 روز، یعنی روز سوم کار پیدا کرده بود. تمام این تکنیک ها رو ما انجام دادیم و انجام شده. واقعا یکی از مواردی که توی همون قضیه من خودم توی یکی از شاگردای توسعه فردیم به نتیجه رسید، اینطوری بود که اومد پیش من گفتش که خیلی حالم خرابه، چندین ساله که یه مشکلی دارم که اون مشکلم برطرف نمیشه، شوهرم یه مشکلی داره، چند روز پیش پسرم دیگه مثلا کارفرماش بهش گفته نیا سر کار و چند تا تکنیک بهش گفتم برو اینا رو اجرایی کن. 3 روز نشد، بهم پیام داد گفتش که حالا مثلا شوهرم بعد چندین سال 7-8 سال همچین مدتی اومده، رابطه‌اش خوب شده، اصلا نمی اومده مثلا پیش من. پسرم مثلا کارفرماش بهش زنگ زد گفت بیا سر کار. بچه 3 روز گذشته بود، فقط 3 روز. و این خداست که بهمون کمک میکنه. پس اگه میخوای به اهدافتون برسید، یکی از نکاتی که خیلی مهمه رابطتون با خدا چطوره. با خدا رابطه خوبی دارید یا نه؟ اصلا نمیشناسیدش یا قبولش ندارین. خیلی‌ها که میان پیش من در ابتدا اصلا خدا رو قبول ندارن، ولی وقتی میبینن که چه گامای بزرگی خدا براشون برمی‌داره، داره چه کارایی براشون انجام میده، بعد دیگه ول نمی‌کنن خدا رو. ببینید پس اینم مهمه، رابطتون با خدا چجوریه. و این نکته آخره توی این تکنیک و توی این تمرین عملی بنویسید من رابطم با خدا خوبه، همه چی رو از خدا میخوام، یا نه رابطم با خدا خوب نیست و هیچی رو از خدا نمیخوام. و نکته‌ای که میخوام بهتون بگم شاید خیلی مثلا توی این تمرین عملیه نیاد، ولی میخوام بهتون بگم من بعد حواستون باشه به جایی که دنبال پارتی بگردین از خدا بخوان. ببینید چه جوری درست میشه کارتون. اگر برای رسیدن به هدفتون یه جایی باید یک کاری انجام بشه، فقط از خدا بخواید. مطمئن باشید که این اتفاق براتون میفته و خیلی کارتون سهل‌تر و راحت‌تر انجام میشه.